و باوری کامل داریم که سفر نوبتی سروزیر جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان در حال مسائل پیش از همه اقتصادی و مسئله بررسی روابط برای شهروندان هر دو کشور جهت رفت و آمد و پیش از همه مسئله اقتصادی فرهنگی البته تاثیر همین خود را میگذارد. هیچ تبوری خدا همین در ازبکستان اما بچه داریم خلا بچه داریم اونجا همین خیلی ما میخوایم که همین چی باشه همین ویزه بعد دارن التماس همین سردارای مملکت مثلا جناب عالی من لیست خودم خواهش میکنم که جناب عالی التماس همین ویزه را بعد دارن تمام برای که ویزا را میشه 10 روز خورسندی نمیشود تا 10 روز هیچ کوکدا نمیشود رفته آدم میفوره که رها او شود خورسندی شود. بسیار تاجیکا داریم اونجا بس در شهر سمرقند برای همین تاجیک زبان ها بسیارن برای هم میخواهیم که باید باشن روح شده شود معامله همون نقض باشد بین ازبکستان و تاجیکستان. مسئله سخت موندن در کار این تو میگونیم با همه کار نمیکنن آخر این خیلی نه یک کار به آخر رساندن در کار. برای ماندن خط سیر نو میان دوشنبه و شهرهای سمرقند و بخارا مطرح کرده می شود و فکر میکنم که این روند برای رشد ساحه سیاحی و فکر میکنم دیگر ساحه هایی که به من مورد توجه هستند زمینه مساعد فراهم می‌سازد. رفت و آمد بین خلق همه خلقی با هم پیوند بودیم از دوره شوروی باز همین لحظه ها را ببینیم با هوش شوم مستی شوم رفت و آمد شوم. همسایه ما خیلی همسایه که یکی اولادیم یک چی مناسبت نقص و نقص نمی بابا نقص کن کدام مسئله های دیگر است که باید حل شود؟ ما به فرهنگ پیش رفته نمیتونیم. تنها فرهنگ میتواند ما صلح و امانه بیارد. تنها فرهنگ دو طرفه میتواند که این همه چیزهای از سر گرد و این جهالت و این حله های نرنگ ها از بین بردارد.